مقتل طفل شیرخوار ابی عبدالله الحسین علی اصغر که در زیارت ناحیه این گونه نقل شده: السلام علی الطفل الرضیع المرمی السریع. سلام بر اون طفل شیرخوار که زود هدف تیر دشمن قرار گرفت. جناب رباب همسر ابی عبدالله الحسین دو فرزند برای سید الشهدا آورده. یک دختر جناب سکینه بنت الحسین که در تاریخ نامدار است و موقعیتی مورد توجه در مدینه پیدا کرد و هنگامی که از دنیا رفت دوران امامت باقرالعلوم علیه السلام بود که حضرت باقر بر بدن اون بیبی نماز خوند. و فرزند دیگر طفل شیرخواری است که در کربلا به شهادت رسید که از مصیبت‌های سخت خاندان پیغمبر است در روز عاشورا. چگونه این طفل به شهادت رسید؟ دو کیفیت نقل شده. یک نقل این است که ابی عبدالله الحسین اون بچه را در آغوش گرفت بین دو لشکر و از دشمن برای او طلب آب کرد، ولکن کیفیتی که در مقاطع معتبر نقل شده این گونه است که جلوی خیمه سید الشهدا علیه السلام فرزندش رو طلب کرد تا با او وداع کنه. لما فجع الحسین علیه السلام به اهل بیته و ولده و لم یبق غیره و غیر النساء و الاطفال و غیر ولده المریض نادا هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله. هنگامی که یکه و تنها شد فریاد بلند کرد که آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا دفاع کنه؟ ارتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای زنها به ناله و گریه بلند شد. فتقدم علیه السلام الی باب الخیمه، حضرت به سوی خیمه آمد. فقال ناولونی علی ابنی الطفل حتی اودعه. طفل شیرخوارم علی اصغر رو بیارید تا با او وداع کنم. و در یه نقلی است که به جناب زینب فرمود: یا اختا ناولینی به ولدی الرضیع حتی اودعه. خواهرم طفل شیرخوارم رو بیاور تا با او وداع کنم. فناولوه الصبی، طفل شیرخوار رو در آغوش ابی عبدالله قرار دادم. فجعل یقبله، حضرت طفل 6 ماهش رو میبوسید. و هو یقول ویل لهؤلاء القوم اذا کان خصمهم جدوک. وای بر این مردم که خصم اونها جد بزرگوار تو پیغمبر است. و طفل در دامن ابی عبدالله بود. اذ رماه هرملة بن کامل الاسدی بسهم فذبحه فی حجر الحسین علیه السلام فتلقى الحسین دمه حتی امتلأت کفه ثم رمی به الی السماء. در آغوش ابی عبدالله بچه هدف تیر قرار گرفت. هرمله تیرانداز ماهری بوده در لشکر عمر سعد که تیرهایی حساس پرتاب کرد و به هدف اصابت کرد. یک تیر به قلب ابی عبدالله الحسین اصابت کرد که مقدمه شهادت اون بزرگوار شد و تیری هم به حنجر طفل شیرخوار که تیر کار خنجر کرد. در دامن ابی عبدالله بچه شیرخواره ذبح شد. ابی عبدالله الحسین کف دست زیر گلوی بچه گرفت، از خون پر شد، خون رو به سمت آسمان پاشید و عرض کرد اللهم ان حبست عنا النصر فاجعل ذلک لما هو خیر لنا. و در یه تعبیری است عرض کرد اونی که بر من مصیبت رو آسان میکنه این است که
این ظلم در مقابل چشم خداست، او می‌بیند که چگونه به ما ظلم می‌شود. هون علی ما نزل بی انه بعین الله. و ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرض کرد پروردگارا شاهد داشت که این مردم به صغیر و کبیر ما رحم نکردند. اگر امروز تقدیر تو این گونه است که نصرتت رو از ما حبس کردی، این مصائب رو ذخیره آخرت ما قرار بده. سپس از مرکب پیاده شد و حفره‌ای در نزدیک خیمه ها حفر کرد با غلاف شمشیر و این بچه را در پارچه‌ای پیچید و دفن کرد. شهادت طفل شیرخوار ابی عبدالله الحسین بر اهل حرم بسیار گران آمد. شنیدم که ذاکری در نزد مرحوم آیت الله عظمی شیخ عبدالکریم حائری این کیفیت شهادت را نقل کرد که عرض کردیم. بعد از خاتمه مجلس مرحوم مؤسس حوزه علمیه فرموده بودند که ای کاش این نقل صحیح نباشد. گفتند چرا؟ فرمود آخه جلوی خیمه مادر این بچه جناب رباب ایستاده، خواهرش سکینه ایستاده. این در مصیبت سخت‌تر است از اون نقلی که این طفل در وسط میدان هدف تیر قرار گرفته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتن گلی به نبزه ها پرپر، گفتن گلی به نیزه ها پرپر، آن سوی آتش معرکه دیگر. اینها همه جای خود ولی روزه من، اینها همه جای خود ولی روزه من. گهواره خالی علی اصغر، گهواره خالی علی اصغر. بذار همین اولش بگم اگر گهواره را اسداده بودم، اگر گهواره را اسداده بودم، دلش خوش بود با طفل خیالی، دلش خوش بود خیالی. ای کاش گهواره رو از مادرت نمیگرفت. تو را به جان عزیزم بخواب عزیز دلم. بچه خیلی گریه کنه آخرش مادر مستحصل میشه، میگه قربونت برم بخواب بگه. تو را به جان عزیزم بخواب عزیز دلم. ببین که حال دلم شد خراب عزیز دلم. مادر شیر ندارد، اینجا توی خیمه ها مادر شیر نداشته علی بده. ای وای از اون وقتی که آب آزاد شد مادر برات شیر آوردم، بچم نیست بزرگ. آی علی آی علی آی علی
نزنین ای همه هستم مکن تو مادر خود را عذاب عزیزم مادر بگو که تیر سشوه میان این همه این سما این همه میدون داره بگو که تیر سشوه میان این همه تو را نموده چرا انتخاب عزیز نشد دعای دلم مستجاب ای سلمان نشد دعای دلم مستجاب حیف اما دعای هر من شد مستجاب دعای هر من شد مستجاب اومد کنار خیمه قبلش یه حرفایی زده دل اهل خیمه سوخته بود صدا زده بود یا قوم هل من موحد یخاف الله فینا هل من مغیث یغیثنی هل من معین صدای زنها به گریه بلند فتقدم الی باب الخیمه اومد کنار خیمه یا اختای یا نابلینی بلدی الصغیر حتی اودع بچه رو بیار میخوام باش ودا کنم اینجا یعنی کسی به آمی عبدالله نمونده دیگه مردی به جز علی ابن الحسین توی این خیبانه ای غریب تنها ای غریب تنها ای لب شیرین تو ترک خورده ای لب شیرین تو ترک خورده جان رباب غنچه پژمرده تشنگی تو تا به مرا برده داره با بچه حرف میزنه بچه رو دست گرفته ای لب شیرین تو ترک خورده جان رباب غنچه پژمرده تشنگی تو تا به مرا برده در تلسی لبهایم شعله میزد
از رمق میافتاد دیدگان حیران، هر مل داده پاسخت هیئت شاه، هر مل داده پاسخت هیئت شاه، هل هل کردند آن طرف مقدار، چون سرت از پیکر شده آویزان، هر مردان پاسخت هیئت شاه، هل هل کردند آن طرف میدان، چون سرت از پیکر شده آویزان، از گلویم یک باره میزند خون فواره، رفتی و خیره مانده مادرت به گهواره، شاه شهیدان داغ علی را دید، خون گلویش را به فلک پاشید، شاه شهیدان داغ علی را دید، خون گلویش را به فلک پاشید، هستی خود را بین ابابیل چید، گرچه نقش اصغر را در دل خاک پنهان کرد، سیب سرخی خونالود باغبان را حیران کرد. نمیگم چی شد، یه وقت راوی میگه از اسب پیاده شد، با گوشه غلاف شمشیر برا بچه غم کرد، ورمله بدمه. اون لحظه ای که داشت با مردم صحبت میکرد، میگه فرماه رجل به سهم فذبحه، کار با این ندارم والحسین یبکی. امام حسین شروع کرد گریه کردن، صدای گریه ها و همه لشکر شنیدن. علی جانم حسین، حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین Say
لا
باب الحوائج علی اصغر شفاعتم کن لحظه آخر شفاعتم کن لحظه آخر ای که در فراغت نفس نفس گریه می کند گهواره ای که در فراغت نفس نفس گریه می کند گهواره از نظاره زخم حنجرت قلب مادرت صد پاره از نظاره زخم حنجرت قلب مادرت صد پاره لا لای لا لای علی اصغر 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 لا 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 لای لا 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 لای عزیز مادر بگو کجایی لا 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 لای لا 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 لای عزیز مادر بگو کجایی تشنه تو هستم اگر که جز تشنگی به لبهایت نیست تشنه تو هستم اگر که جز تشنگی به لبهایت نیست ای ستاره کوچک حسین روی نیزه ها جایت نیست ای ستاره کوچک حسین روی نیزه ها جایت نیست لا لای لا لا لای علی اصغر لا لای 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 لا لای علی اصغر باب الحوائج علی اصغر باب الحوائج علی اصغر شفاعتم کن لحظه آخر شفاعتم کن لحظه آخر لا لای لا لای علی اصغر 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 برای رفتن زبان گرفتی برای رفتن زبان گرفتی بگریه از من امان گرفتی بگریه از من امان گرفتی تشنه بودی و روی دست من از آتش لرزی کردی تشنه بودی و روی دست من از آتش لرزی کردی اندکی تحمل به مادرت
گفتم که برمیگردی، اندکی تحمل به مادرت گفتم که برمیگردی. لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر. باب الحوائج علی اصغر، باب الحوائج علی اصغر. شفاعتم کن لحظه آخر، شفاعتم کن لحظه آخر. لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر، لا لای لا لای علی اصغر. اگرچه دورم ز کربلایت، به گریه دارم عزا برایت. اگرچه دورم ز کربلایت، به گریه دارم عزا برایت. از گرم مرا هم مسافر راه کربلایت گردان، از گرم مرا هم مسافر راه کربلایت گردان. مثل اون حر و حبیبتان در کنار خود یارم خوان، مثل اون حر و حبیبتان در کنار خود یارم. آقایم آقایم مولا حسین، آقایم آقایم مولا، آقایم 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 مولا حسین، آقایم آقایم مولا حسین. إليك نشكو ومنك نرجو، تظاهرت لنا ومسنا السوء. إليك نشكو ومنك نرجو، تظاهرت لنا ومسنا السوء. ای تو بهترین حاجت همه، حاجتم روا کن مولا. ای تو بهترین حاجت همه، حاجتم روا کن مولا. سیدی بیا مثل حر مرا از قفس رها کن مولا. سیدی بیا مثل حر مرا از قفس رها کن مولا. یا مهدی عجل علی ظهورک، یا مهدی عجل علی ظهورک، یا مهدی عجل علی ظهورک، یا مهدی عجل علی ظهورک. یا مهدی، یا مهدی عجل علی ظهورک، یا مهدی عجل علی ظهورک. مظلوم حسین، مظلوم حسین، شهید حسین، شهید حسین، شهید حسین، آقا حسین، مولا حسین، عطشان حسین،
الله یا عبدالله یا عبدالله عصر عاشورا یا عبدالله روی میدان یا عبدالله تکه و تنها یا عبدالله بی عبدالله یا عبدالله شفا بده یا عبدالله ارزای ما یا عبدالله درمار سا یا عبدالله آقای ما یا عبدالله آب الفضل آب الفضل ای بی دست آب الفضل علم دار آب الفضل سپهدار آب الفضل ای سقا آب الفضل آب الفضل آب الفضل بر مشاقم میرسد هر لحظه بوی کربلا بر مشاقم میرسد هر لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا تشنه آب مرادم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم ز شیعتی مهما شهر بگو ما عدم فرد قرونی او سمت به غریب او شهید من دوبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا زورونی کیف استقبیل طفل ابوا یرحمونی کعبه و صفا عربه کربلا هر کجا باشم دلم باشد به سوی کربلا در صف محشر که سر می آورم بیرون ز خاک می کند چشمم به هر سو جز جوی کربلا حسین جانم 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 علی علی ای خدا هر کی صدای منو میشنوه جواب بده. ای خدا به خون گلوی علی اصغر امام حسین فرج امام زمان ما برسان. ای خدا ما رو کربلا نرفته از این دنیا مبر. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده.
سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده ارمله با تیر و کمان آمده از سر من کی به زبان آمده آرزوی کربلا دارم هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارم دلهای نوا دارم آرزوی کربلا دارم هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارم میکشد ما را یک نگاه تو میکشد ما را از نگاه تو میکشد ما را یک نگاه تو میکشد ما را از نگاه تو بعد از این چشم انتظاری ها نور چشم عالم عنایت از کنار کعبه آباید یا نصارات الحسین آید بیقراری من شهر عاشورا العجل مولا العجل مولا بیقراری هست ظهر عاشورا العجل مولا العجل مولا یا ابا صالح 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 نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا ده مرتبة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغني القلوب ثبت قلوبنا على دينك دعاء الله قسم بزرگی داریم خدایا میخوانیم در زیر نعمت المؤمنین خدایا من با آبروتر از این خاندان حضرتون نمیشناسم خدایا من عزیزتر از امام حسین عزیزتر از کودک امام حسین که در راه شهید شده خدایا عزیزتر از این نمیشناسم خدایا قسم بزرگتری بلد نیستم خدایا به این تو قسم خیلی بیچارگی جایی میکشیم از دوری امام زمانمون
اللهم عجل لوليك الفرج. الهی آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اللهم عجل لوليك الفرج. الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج. الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج. الهی آمین. العافية والنصر. الهی آمین. واجعلنا من أعوانه وأنصاره. الهی آمین. خدایا عرض سلام ما، عرض تسلیت ما خدمت ارباب و مقامون امام زمان علیه السلام برسان. خدایا به برکت اشک امام حسین علیه السلام خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا همه مریضا از محبین امیرالمومنین علیه السلام، مریضایی که منظور هستند، ظاهر اگه مریضی به طور خاص منظور هست، خدایا همه را به آبروی امام حسین علیه السلام شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه کسایی که زحمت کشیدن در این مجلس، کوچک و بزرگ، زحمت کمی کشیدن یا زیادی کشیدن، با اخلاص بود، خدایا از همه به شایستگی قبول بفرما. خدایا نسل ما، فرزندان ما، فرزندان ثابت از ذریه طیبه قرار بده. خدایا مسلمانان در هر کجای این دنیا مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، خدایا همه را یاری بفرما. خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اطاعت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده از قیام امام حسین، از حرکت امام حسین علیه السلام درس بگیریم. خدایا به ما توفیق بده که آنچه که میشنویم بهش عمل بتونیم بکنیم. خدایا حقدارانمون، پدر و مادرمون، همه کسایی که ما رو با امام حسین آشنا کردن، دست ما رو در دست امام زمان علیه السلام گذاشتن، خدایا از این مجلس ثوابی نصیب همشون بفرما. گذشتگان از این جمع خدایا همه را ببخش و بیامرز. شادی رو همه گذشتگان، مخصوصا گذشتگان از این جمع. فاتحه و صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.